سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 29 ینور همراه شما. قیمت گاز مایع در نقطه‌های فروش مواد سوخت در شهر دوشنبه بالا رفته است. روز 29 ینور قیمت یک لیتر گاز مایع در پایتخت تا 2 سومانی و 50 دیرم را تشکیل می‌داد که نظر به روزهای گذشته تقریباً 30 دیرم بیشتر است، ولی باز هم قیمت گاز نظر به ماه دکمبر سال گذشته پایین‌تر است، زیرا در آن زمان یک لیتر گاز 3 سومانی و 50 دیرم را تشکیل می‌داد. با گفته فروشندگانش بالا رفتن خرج انتقال گاز مایع از ولایت سوخت به دوشنبه سبب شده است که قیمت گاز در پایتخت اندکی بالا رود. شرکت‌هایی که مستقیما از روسیه گاز مایع می‌آورند میگویند که نرخ گاز را تغییر ندادند و حالا هم یک لیتر گاز مایع 1 سومانی و 90 دیرم فروخته می شود. از بس که بنزین در تاجیکستان گران است، بیشتر از نصف ماشین های تاجیکستان با گاز مایع حرکت می کنند. امبودسمن و یا وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید تأسیس دادن یک نهاد شبیه برای حمایت حقوق کودکان در کشور ضروری است. ظریف علیزاده ضمن یک نشست خبری در شهر دوشنبه اعتراف کرد که در تاجیکستان به حقوق کودکان بی‌اعتنایی میکنند و 10 نفر هم عذاب و شکنجه میبینند. در یک جایی که میشود یا که الواحیده میشود، البته این حکومت معین میکند، اما با پیشنهادمون میکنیم که اصلا تجربه‌ای که در یک جایی هست، اما کلیگه امبودسمن یعنی یک چند امبودسمنی سوال در یک جایی هستند، اصلا الواحیده من چیزی که در فدراسیون روسیه شما میکنید. ظریف علیزاده افزود افزایش جنایت در بین نابالغان و دیگر مشکلات حقوقی کودکان در تاجیکستان سبب شد که مسئله تأسیس اداره امبودسمن و یا وکالتدار حقوق کودک در میان گذاشته شود. زیبونیسا رستم و کمانور مشهور تاجیک قهرمان بسیار کرته جهان روز 29 ینور 60 ساله شد. کامیابی های زیبونیسا بلندترین قله است که یک بانوی تاجیک در ساحه ورزش به دست آورده است. کمیته المپیک تاجیکستان با نظرداشت خدمت‌های زیبونیسا رستم و در رشد ورزش به ورزشکار معروف تاجیک افتخارنامه و جایزه مالی تقدیم کرد. سخت‌تر شدن قانون‌های مهاجرت در روسیه بعضی از ساکنان تاجیکستان را مجبور کرده است در داخل کشور کار بجویند. بعضی مهاجران سابق که به دهقانی دست دادند، برخی دیگر در ساختمان‌های داخلی کار می‌جویند. اما در روستای دهن سنگی کلاب گروه از جوانان فروش نمک سنگ را شروع کردند که آن را از کوه دهن نمک می‌کنند و به احتیاجمندان می‌فروشند. قانون‌های نوی مهاجرت روسیه از روز 1 ینور به اجرا درآمد و در دوام ماه ینور از 1000 مهاجر کاری تنها ناحیه تیمور ملیک 291 نفر آنها از روسیه به تاجیکستان برگشتند. گزارش مفصل و اخبار دیگر در وبسایت آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.